همه دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. برای این آموزش اول از همه اپلیکیشن پیکسارت رو باز میکنیم. از این قسمت به علاوه عکس مورد نظر خودمون رو انتخاب میکنیم. از این نوار پایین میایم به کات اوت، اوتلاین، سایزش کوچیک و دور تا دور این سوژه خودمون رو انتخاب میکنیم. تیک بالا رو میزنیم و حالا قسمت هایی که به درستی انتخاب نشده رو با براش یا با پاکن میایم اصلاحش میکنیم. حالا از قسمت بالا سیو میزنیم و عکس خودمون رو سیوش میکنیم. خب حالا از اپلیکیشن پیکسارت خارج میشیم و میایم این اپلیکیشن او پلیر رو باز میکنیم. از این قسمت 3 خط بالا لایبراری هر آهنگی رو که میخوایم روی ویدیومون بیاد انتخاب میکنیم. من این آهنگ رو انتخاب میکنم. از این 3 خط بالا میام به این قسمت و این افکت رو من توی کانال تلگرام گذاشتم. خیلی راحت میتونید از اونجا دانلود کنید. به این صورت حالا از این قسمت بالا من اکسپورت میگیرم و میریم اپلیکیشن کاین مستر رو باز میکنیم. از این قسمت سایز مربعی رو انتخاب میکنم. زمانش رو افزایش میدم. تو مرحله بعدی میام به قسمت لیر، مدیا و اون ویدیویی رو که توی او پلیر اکسپورت گرفتم اینجا میام واردش میکنم. به این صورت بزرگش میکنم. از این قسمت میام به روی بلند قرار میگیرم و حالا مودش رو تغییر میدم. روی اسکرین میذارمش. توی مرحله بعدی دوباره میام به قسمت لیر و مدیا رو میزنم و حالا توی این مرحله عکسی که توی پیکسارت سیو کرده بودیم رو بازش میکنم. جای اون رو دقیقاً تنظیم میکنم تا زیر همه این ویدیو قرار بگیره. حالا جاش رو روی تصویر تنظیم میکنم و دقیقاً اون رو روی خود سوژه قرارش میدم. به این صورت. حالا از این قسمت کراپ رو انتخاب میکنم و عکس رو تا جایی که دیگه پاها بریده بشه و داخل این دایره قرار بگیره کراپش میکنم. به این صورت. حالا پلی میکنم. به همین راحتی ویدیو ما با اکولایزر درست شد. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشین و براتون مفید باشه.